درود سلام. شما ملت ایران. خوش اومدید. خیلی خوش اومدید دیگه. خیلی عجیبه که داریم خیلی دوتایی با هم آره می‌کنیم. برای اولین بار بود داشتیم دوتایمون اینترو میگرفتیم گفتیم دیگه از دفعه بعدی هماهنگ شد. آره خب آره دیگه دیگه. خوش اومدید بچه‌ها خلاصه. یه ویدیو آقا. بزارز دیگه. خلاصش چیه؟ خیلی خوش تو اومدید. تعریف کن. تو تعریف. آقا محمد چالش از این قراره که هوش مصنوعی ما که دیگه واقعا ایده دونیمون ته کشیده بود. آره دیگه آقا گفتیم هوش مصنوعی دیگه یک ایده هایی بده. خودتون هم میدونید دیگه هوش مصنوعی خیلی داداشم خیلی قویه. امروز قرار هوش مصنوعی چالش بده بچه‌ها. 3 تا چالش. بله که نظرت چیه اولین چالش رو قبل از اینکه آره اولین چالش بگو. قبل از اینکه بخوایم چالش رو بگیم لایک کنید کامنت کنید و سابسکرایب کنید بچه‌ها. چنل محمد رو هم داخل دیسکریپشن میذارم. میدم این زیر بچه‌ها. آره دیگه بچه‌ها و خلاص آقا بریم چالش رو بگیم بهتون. چالش اولمون اینه که یکیمون باید فقط فارم کنه، یعنی که مثلا میدونی که دیگه آره یکی فقط بره دایمند اینا بیاره، یکی فایت بده. بله من میرم فایت میدم. حالا میریم دیگه. حالا نظر چیه؟ 2 مچ بریم، یکیمون فقط فایت بده یکیمون هم فارم میکنه. بریم منطقی تره. بریم بزنیم سراغ مینیا. برو بریم let's go استارت. ببین مچ از همین الان در اومده است. مچ در اومده. مچ در اومده یا پدرمون در اومده؟ نمیدونم یکیش در میاد دیگه. بریم ببینیم چی میشه. ببین فقط میخوام با فایت دادن مچ رو واسه در بیارم. تک نفره اصلا آره خوب استارت. آقای امید به نظر وین میکنیم؟ به نظر وین میکنیم؟ به نظر من نظری ندارم. من بخوام با وکیلم صحبت یه ای بابا چند تا آیرون بیز شدیم. اشکال خب ما قرار شد که آقا من راش میدم به گیر این او بیا فارم تو هم اینجا میتونی انجام بدی، دایمنت هست، ولی خب من اجازه ندارم بردارم دیگه چون تو وفات کنی. آره دیگه حالا اگر برداشتی بذار همونجا من خودم برمیدارم. بیا بردار. خب واسه یک کم کامل بشه. خب داش دسته تو رو که چطوری نمیخوام در بیارم. من نمیدم برمیدارم. خب اوکی من اینجا اینو میکنم. بده گیرین رفت. خود گیرینم رفت. بازم آقا محمد قوی. خب بریم سراغ بیس بغلیمون جا رندر دیستانس هم کمه نمیبینم چه بیسی. بذار خب بریم سراغ بده امیری 93 منطقیه داشت. به زور رسیدم. آره منطقیه. آره خب چه خوبه. باشه من ارمورام ای وای اینجاه. امید بید آقا قرار شد که آقا تو که فایت میدی فایترام دیگه باید بپوشونن. فایترها بپوشونن آقا. بپوشونن. حالا ببینیم ما داریم میریم. یکی از این برادران عزیز بریم اصلا خواه یکم شانس آوردم. امید بدا ترید شد. یعنی چی؟ یعنی من بده اونو زدم اون بده منو میزنه. بله خیلی خفن بود، خیلی هم عجیب بود. کاش این کار نمیشد. ولی حالا که شد خوش بود. چی؟ همون حالا که شد. نه اون چیزی که میگن گل بود نیز به سبزه آراسته شد. نه بابا آراسته به گل نیست شد. چی سله هیچ شد. این دایمندا حیف اینجا نمیتونم
بابا یارو گم شد. یه دقیقه نمیر، یه دقیقه نمردم. نمیر، نمردم. کی نمیره؟ یه دقیقه. خب منی فکر نکنم بابا. آجی وای آجی نزدیک دقیقه لگ سگی شد. من اچپیم کمه، من دارم فرار میکنم منطقی. امید آجی اچپی ندارم. امید کمک. امید کمک. خب امید حالا من یک دونه امید دایمندی ها این دایمند دلقش دارم. منو کرده. من نمیتونم اینا رو من یه ببرم. دونه دایمند دارم. خب چیکار کنم به من چه؟ خب یه دونه دایمند الان داری خیلی دوستش میتونیم- میداری. میتونیم چیکار کنیم؟ بریج اگ بخریم. 2 تا میخریم، 3 تا شده ای بود. اشکال نداره، هیچ ایرادی نداره. هر چقدر بیشتر بخریم بهتره. ولی ما اگه بتونیم ای بابا پشمام نرسید. اینویز بخریم. بابا اینویز انه تو اینویزیبیلیتی. بیا منو نجات بده، من این وسط گیر افتادم. خب میخوام واسه اینویز بیارم داش. من دارم میمیرم، تو اصلا باید بیا اول جون من نجات بدی. من وسط دارم فرار میکنم فقط. صدات نامفهوم، نامحدود صدات نامفهوم بود ولی خوب. بیا وسط کمک. خب داداش صدات امید لک شده فکر کنم، نمیدونم ولی نه من لگ نشدم. وسط کجایی؟ من وسط امرالدام. پشم ندارم، هیچی ندارم. جیبه وای لگم، واقعا لگم. الان خدا کنه میگم برگشتم تا جایی که تونستم تو بیس. وای. اینویز تویی؟ آره من اینویز. وای چیه چرا؟ من پشم ندارم بس. واسه بیا عقب بیا کنار تا بده، واسه پشم. پشم بزنم. میخوام برات من بردمه. سطح پشم گذاشتن های امید. خفه شو. برو بابا. نگاه کن. آجی میخواستم رو امید کم بریزم، حواسم نبود بهت رفته. بعد یهو دیدم بهت نیست. فوشم میخواست اون موقع یه فوشم گرفتی. فوشو نمیگیرن، فوشو میگیرن ولی خب فوشم نه میگیرن. از جانب ما یه فوش میگرفتی. هم میگرفته. آجی داریم ویل میکنیم مچه اولو. امرالد داری بدی من دایمندیشم؟ امرالد نه ولی چی دارم پوششون به واسط خریدم. بده. بگیر. آخ جون من که اوکی هم این ویز جام. خب من میرم بدره دو با اینا واسط میزنم. بدره دو رفته بدون، بدره دو رفته بدون. باشه بدره بده آخ که دلم بده. می‌خواد. میگه من دلم تنگه. نمیدونم حالا بمید. ای رد اومد. رد کجا اومد؟ وای نمیری وای رد باری کلا خیلی بازیش خوبه به نظرم. خیلی بازیش خوبه؟ انگار فایربال فایت داریم بازی میکنیم. فایربال زد زیرش رفت هوا. خب منطقیه. ردم اینجا آره. بده رد رفت تقریبا الان رد. خب نظرم چیه که او نه خیلی این چیتره. خب دیگه چی بود؟ ریدی؟ اگه ریدی گزینه 2 را کامنت کن. بابا این یارو چطوری فهمید من اینجا؟ چیت آقا. نه IQ داره، چیزی که بابا این دقیقا واسه تو خودش نداری. کلیک برعکس میکرد یه دونه منو زد. بو اسپمره. وای چه تاکسیک پلیرها یالا. من خودم چه ربطی داره مگه هر کی بو پلی بده؟ آره هر کی بو پلی بده همونه. من خودم بو میدم یعنی چی؟ تو هم همونی. خودتی القک. حاجی من اینا رو چطوری بکشم؟ خب امید فقط بیا کمک. قرار شد که تو فقط فایت بدی. چیو بیام من کمک؟ چالشو یادت تو رفته. دایمندا اینا رو اوکی کن. یعنی خودم یه لحظه میخواستم بیام سراغت، بعد فهمیدم که نمیشه. اومدم سراغت. بعد من متوجه این چالش کوفتی و سخت از هوش مصنوعی افتادم.
هوش مصنوعی خدا بزنه تو کلت با این چالش ها داجی. خدا بچه‌ها شما هر آدمت چی چالش کنه. داشتید این زیر بنویسید کامنت کنید. خدا آدمت کنه. بعد آدم بشه میاد همه ما رو به چوخ سگ میده. به چوخ سگ میده. به چوخ سگ میده. امید 2 ساعت بعد به چوخ سگ میده. به چوخ سگ رفتیم. بابا تو رو خدا من نمیدونم آجی این ردو میره جا کامل بذارین دیگه. میره جا کامل بذارین ناش. امید تو درست نمیتونی فایت بدی ولی میتونی رو بدشون فایر بال بزنی. خودش جزوی از فایت دادن محسوب میشه. ولی اگه ما اینو من کمپیدم آجی این چیا که نگم برات. ای دلغک داره بابا منو میزنه. برادر گری دلم میخواد گری رو بزن. این رده دایمندیه. خب امید نگاه کن تو باید واسه من دایمند میآوردی نیاوردی که طوری شد. و یه خبر خوب کمک در راه گری داداشمون داره گری سعی منو خودش نزنه. میکنه. ای بابا گری داداش. گری داداش چطوری؟ نه 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 نه. اون با اون من درگیره میخوام الان برم. بهترین تایمه. باش امید تو میتونی. اینا فکر میکنن من اینویزم آهانی نمیدونن که نیستم. نینویزی آره. امید نمیتونی بیای تو بیس اینا یه دونه اینویز دراب کنی واسه من. الان ببین من 6 تا نه 8 تا خب الان برم میشه 10 تا بعد میشه 12 تا امرالد بدشون. که اگه الان 12 تا 6 تا امرالد دستمه و 2 تا جای دیگه هم برم میشه فکر کنم 12 تا 8 تا ببخشید 6 کاش بشه من یه طوری از اینجا فرار کنم یا بدشون رو بزنم حداقل. باشه نداری نه هیچی ندارم. مگه تو واسه من یونات گرفتی؟ بوشن به دادم کلا 2 تا بود باید بیشتر میده. 2 تا بود سرت هم اضافه همون دارم به نزدیکی که من بابا این نمیتونم چرا ولی. این بریجه رو من اینطوری میزنم تقصیر محمده همش تقصیر من. اینا کورن منو نمیبینن یک- مثلا من میتونم. خب به نام خدا یکیشون داره میره. خب این که بره من خب راحت 12 میتونم. تا یکیشون خیلی خوبه خدایا داریم ویدیو میگیریم آقا یکیشون داره میره. آدم باستا باش یکیشون داره میره. خب بذار یکیشون خیلی خوبه آقا وای خواستم آرمور بخرم چرا منی ماینر خریدم اصلا چرا بده رد رفت. خب بده بابا رد رفت بده بدم میره حاجی من این حالا دایمندا رو از جیب رد به دست آوردم. میتونم استفاده کنم طبیعتا دیگه. حالا دیگه چون که دیگه بده چیزایی که خب بذار. نه چیزایی که غصب شدی کردی خب فقط گری مونده. اوکی گری جون خیلی فقط خوبه. گری. امید یه دونه امرالد 2 تا امرالد بردار بده من. میخوای چی کار؟ بده تو 2 تا امرالد بردار بده من. واسه من یک چیز خیلی خفن خریدم که میتونه بابا 2 تا نجات امرالد بده. بده. میخوام یارو رو ترک کنم ببینم کجاه. اینو نگاه. از کجا میخوام بیارم؟ از تو باسنم در بیارم. تو باید بدی 2 تا امرالد. تو فارمری تو چی کاره این وسط؟ خب الان تو کجایی؟ من الان دارم برمیارم بیس.
وایسا. من الان چیزم بیا. وسطم. خب آدرس بده میام. من آدرس وسطم بده. دقیق وسط وایستادم داداش. دقیق وسط. آها اونجایی دیدمت. بیا برگرد. برم در میام. حال میدید یه دونه فایربال پرت کن. پرت کن تا لا. خب واسه من بده اینجا دو ما تا امرال به 3 تا امرالد میدم داری کله. چون بچه خوبی بودی. خب حالا گره او گره اینجا. پوشن نداری؟ پوشن موشن بیا. داری؟ خب بده. تو که لازمه نمیشه من فاید میدم. فاید وای، من خودت میزنی ولی شده چی؟ واسه قبل از این که بخوای چی کنی بیا اینم چون بچه خوبی بودی. او میرم با وین برمیگردم. اینویزیبلیتی رو اوکی. با بیل برمیگردی. با وین فکر میگی با بیل. میگم پشمام یه لحظه ریخ. دارم میرم به سرعت ایزی بابا وین ایزی. بنازم چالش اول وین کردیم آقا. بنازم چالش دوم چقدر راحت میشد. چالش اول فکر نمی‌کردم بتونیم. خب عجیب ولی خیلی هم طول کشید. یه لحظه بذار آره. چند دقیقه طول کشید؟ 16 دقیقه. خب حالا بگو ببینم آقا چالش 3 تا دوم چالش چیه؟ بود ولی چالشش مجبور بودیم داخل 2 تا بار بشه. آره. چالش دوم بذار میگه که یه اسکای بیس بسازیم و از بالا بازی کنیم. از بالا حاجی؟ اونه که چالش چیه؟ اون کل اینجا چالش داره. خب میگه که یه دونه مثلا که بد و ول کنیم چیز نکنیم. بدو ول کنیم خیلی بالا چیز قطعا نکنیم. میکنه. آره دیگه بد و ول کنیم فقط بریم سراغ چی. من اینو دوست دارم حاجی. داداش خود اون معمولیه دیگه. بدوارز معمولیه. فقط ولی یه چیز دیگه هم هست. میگه هر کسی هر چی بخره باید بده به اون یکی. یعنی چی خب؟ او یعنی مثلا من اون اول بازی میخرم باید بدم به تاره. هر چی تو میخری باید چی کنی. یعنی اینکه فقط باید در کنار هم دیگه باشه. این چالش داریم واسه یه مچ آخر. بعد فقط یه چیزی آی خدا خیلی محمد صدا در میاد. فقط اینکه چی کن دیگه. تو واسه من پشت بخرم. واسه تو پشت میخرم. یه شمشیر سنگی هم واسه من بخر تو. ولی چی؟ ولی خوب. خب بذار ببینم. باش. و حتما باید تو خرج کنی ها. اینطوری نیست که احساس میکنم میخوای اسکم کنیم. بیا تو واسه من شمشیر بخر با یه دونه یه شمشیر سنگی. اینا رو هم بگیر. ببین بیا یک دونه دیگه حسابی واسه کولاک کردم. بیا نگاه. واو بازد انداختم. وردش داشتی؟ بیا آره گلدن اپل ولی نخریدی. من قرار کلنگ بیا بخر. بزن کلنگ نقر قیچی. واسا قبل از این که بخوای چیز کنیم باید چیزمون چیز باشه. من بیسمون داداش. یه کلنگ نقر قیچی واسه من سفارشی بزن. دشمن بد از اون بلاکو بدم. چرا با این من از اون بلاکو بد دادم. چرا با اینو دف دادی؟ من از اون بلاک کانتری میخواستم قوی ترش کنم برادر من. الان اول اونو بکش بعد پشم. یه کلنگ و قیچی و چیزم واسه من سفارش بده. خدا چالش مزخرفیه این. نه چالش خوبیه داداش. حاجی نگاه اینو کلنگ واسم نخریدی. من اینجا گیر موندم. خود جنابالی میگی نمیدونم فلان کن چی او بنازم حاجی. محمد خدا شد دوتا رو زدم. خب
قرار شد واسه یه دونه شیرز بخرم. فقط با چیزی یه دونه- امید یه مشکلی ما داریم. جانم ببین ما واسه هم دیگه نمیتونیم آرمور بخریم، واسه همون باید گلدامون رو به هم دیگه بدیم. برگرد بیس تا به وسایلتو بدم. یه 2 تا گلد بده من اینا تا- آرمور بخرم. What the fuck، من چرا اینا رو نمیتونم بدم؟ دراپ آقا کن. ای او دراپ نمیذاره کنی. دراپ کنی. فکر کنم. نگو که لگی هستن. نه لگ نیستی، اون نمیذاره دراپ کنی. خب همون چیزایی که واسه من خریدی و من واسه خودم میخرم طبیعتا. فکر کنم اون متاسفانه. اوکی. و از حالا کاش میشد هزینه‌شو بهت میدادم. خیلی بده که اینطوری. بیا من واسه چیز بخرم، آیرون چیز. بیا از اینا آیرون میخواد. اینا رو هم بگیر. پشم واسه برام بخر. فایربال پشم. آقا من من اینجا نکنم. قبلا داشتیم دیگه. داشت. حالا میتونیم از وسایل خودمونم بدیم دیگه، قبلا داشتیم. آره اوکی. دیگه واقعا خیلی سخته که دیگه پول خرج کردن خیلی سخته، نمیدونی چقدر سخته، چقدر سخته خدایا، چقدر سخته خدایا. بذار من اینو برم الان کارشو در میارم بهش. اصلا تو توته تو جیبته. پایم دو نه امید واسم پش میخری باز سورد سنگی. بس بیا اینجا بیا آقا بیا من اصلا اصلا واسه میدونم تو فایربال بخر. بیا نگاه واسه چی خریدم دیگه. کمتر از این به من بدی واقعا خرید چیز یعنی آره. خودت گفتی به من اینو بده. خب بیا اینو بگیر. نگاه کن به شمشیر آیرونی دادم با فایربال چیز دیگه. چی میخوای دیگه؟ اون بیت بود. نه بده سری بده هرچی میخوای بدی. بده نوبرش داد. اینجاست خب پشم دادم بهت. ندادی چرا دادم بهت؟ ندادی آقا ندادی. یک استک بهت دادم که خب من مردم. فعلا این 32 تا داشته باشه. خب 32 تا هم راج خیلی زورم میاد که من این همه چیز دارم ولی حق این که ازش استفاده کنم آقا رو استفاده ندارم. کن واسه من بخر. خب برای تو مجبورم بخرم. 4 تا دایمن آوردم. خوبه بیا اینا رو ببر. وای نکن عزیزم. 2 استک. خب 2 بله. استک آیرون به چخ به رفت. خاطر اینکه خرج نمی کنی باید همه رو قبلش باید بخری. بیا این 4 تا چیز رو بگیرم من. یه شارمست خریدم. خب بیا تو اینا رو بگیر. بیا مجبورم. من پشم فقط میخوام. بده پشم بده. بیا. اومد رو بیستم. پشم میوم. برو. حیف شد. اومد. زدمش. پشم میخوام. برو. پشم دادمت که چقدر پشم میخوام. بابا من وید میشم همش. تو قدمش هم پشم بدی. ای بابا دلغک گیر آوردی. بیا داداش. 24 تا کلا. ای بابا 24 تا هم دست خودمه. خب نصفش کردم. عجب. نزدیک بود بیام دوباره از پشم بخوام. درست بزن. این بیسابو بریج کامل بکش. احمق دلغک. وای دایا از دست محمد من آخر پیر میشم. وای چه دیاری بابا. ایو نزدیک بود. امید بیا برو باشون فایت بده. تو میتونی. بله برو باشا. من میتونم. بنازم آقا محمد از خوبای چیز تیب ادوارز. خب امید من باید واسه تو آیتم بیارم الان. تو هم واسه پشم بخر یکم تو من آیتم بیارم. نمیشه نمیدونی پول بدم. چرا پولم میتونی بدی خودم بخرم؟ چرا که نه؟ حواله کنم برات. بیا بگیرش امید داریم وید میکنیم و جینا ملکی. این از این
از این نه این مثل منه. دلغک من چیز میخوام فایربال میخوام بیا بیا اینو بگیر الان فایربال بخرم پش پشت سرت فایربال هم هست. باستا بذار چی خواستم آها ای منم فایربال میخوام. خب یک استک دیگه بهت دادم دیگه نگیریه من اینا رو یکم شد خرج میکنم میذارم اندرپر بودامو نگر میدارم. خب بریم که کورم تموم کنیم همین ایزی بابا وین شدیم فکر کنم. دو مچ زدیم دو مچ وین کردیم و دو مچ زدیم دو مچ خالص زدیم حالا میدیم لوز میدیم و خود میدم یه حرف زدم ولی خب سخته محمد بیا برات بردم برو بابا من او بو اسپمر استفاده بدبخت. برو بابا تو بو اسپمری منم بو استفاده نمیکنم من دیگما ربطی داره نمیدونم دیگما بودن تاکسیکید کسایی که از چیز استفاده کنن من تاکسیکن خیرم. بو استفاده داداش کنن. کسایی که تو CS چه ربطی الان مانکرافت CS داره فقط میخوام داداش خیلی ربط داره خیلی اصلا ربط نداره. خیلی ربط داره اصلا هم من قهرم یعنی چی؟ نمی‌دونم. بگو که TNT تایمرت فیکسه. نه فیکس بود ولی خب من نپریدم ترسیدم اشتباه. محمد امید امید داداش تو رو خدا لطیف محمد داداشم آکوا من هیچی ندارم داداشم آکوا ولم واستا یکم بچرخونش دارم میام من وسطم منم واسطم بچرخونش نمیر چیو بچرخونم نمیر داداش کمرمو بچرخونم آره بابا زیرخانشو بگیر بابا مگه یاد نداری کم یه لحظه بیار باسم پشم بخر بکن طرف داره فایت دیگه بیا باسم پشم اوه مرض پشم میخوام پشم نداریم ما نمیخرم واسه بچه بدی بود غلط میکنی گوه میخوری عمرن بخرم واسه این شعور این جامپی شد حالا واسه ما امید تو از این خوردی هاجی این اصلا پی وی پی هم نداره داداش من چون پشم نداشتم یه لحظه این فقط آرمور داره این چی نداره خیلی گرم هوا منطقی نیست اینقدر گرم کولر امید بیا اینا رو بگیر برو واسه خودت قالیلی بخر یعنی چی واسه خودم قالیلی بخرم واسه منم یکم آیرون بده منم واسه خودم قالیلی بخرم واسه تو هم لالا لیلی میخرم بیا اینا واسه تو بده به من قالیلی بده بیا اینجا انگار سوپریه آره حاجی دقیقا میخواستم همینو بگم بیا اینجا آقا تو آیرون گلد شما من بده قالیلی بده یک استک و 17 تا شمشیر میخوام شمشیر آیرونی شمشیر خیلی انتخاب خوبی کردید ممنونم از خریدش بعد بگی یکی از تصمیم مهم زندگیتون رو گرفتید با این شمشیر از اگه میخوای مثل اون چیزا بگی بذار یک دونه بیا باستا یه دونم به تا آنتا میدم بقیهش هم دیگه صاحب میشم بیا TNT رو بردار بیا واسم پشم بخر بعدشم پشم بیا حالا من به شما پول میدم بیا اینم پشم بیا بخوره تو سرتون بعد پشم خب چقدر احمقیم یه دونه کلان انداختی واسم 32 تا فقط خب میام بیا بریم بچه امید ترسید ای خدا Let's fight baby چقدر آیکیو منفی روشون ایزی بیم بابا بخواب مگه بدشون رفت بچه ها مرسی Thank you for watching Thank you for watching مرسی که در ویدیو ما همراه بودیم آقا لایک کامنت و ساب
نره آقا خدا خیر. و